به نام خدا. موضوع جلسه امشب مسئله موسوم به اعتیاد و مواد مخدر و کلاً مواد مستی آور، خلسه‌زا و مدهوش کننده است که امروزه به نظر میرسه که نه تنها یکی از مبرمترین و اورژانسترین مسائل بشر و بلکه شاید واقعاً اورژانسترین مسائل افراد، خانواده ها، جوامع و حکومت ها شده و واقعا راز بقای بشر رو انگار مورد سوال قرار داده. به نظر میرسه خطرش از سلاح‌های امهای جمعی و جنگ جهانی سوم و چهارم هم خطرناکتر باشه. موضوع صحبت این هست و کار این موزله اپیدمیک از جنبه‌های مختلف مورد ملاحظه قرار میگیره. ولی این یک واقعیته که حقیقتاً در ورای علم و جهل بشر، در ورای کفر و دین بشر، در ورای موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و تربیتی بشر به نظر میرسه که یک گرایش ذاتی در بشر به سوی مستی، تخدیر، بیهوشی و بیخود شدن وجود داشته از قدیم الایام تا به امروز. و البته این محرزه که هرگز این مسئله اینقدر شدید، جهان شمول و فراگیر و اپیدمیک نبوده که در عصر ما هست. این مسئله در دوران قدیم مسائل افراد انگشت شماری بوده. این مسئله از قدیم الایام اساساً از دربارها و از طبقات اشراف و از خوانین و ملاکین و فئودالها برخواسته در اونجا بوده و معضله‌ای در آن قدمرو به طبقاتی بوده. در طبقات پایین جامعه بسیار بسیار به ندرت این موارد گزارش می شده. ولی امروزه این مسئله از عالم عامی، از اشراف و سرمایه‌داران و خوانین و کارخانه‌داران، از شهرنشین‌ها و روستاییان، از فقیر و غنی، این مسئله همه رو در بر گرفته و واقعا از ویروس ایدز هم این که مستی‌تره و خطرش هم حقیقتاً مهلکتر به نظر میاد. هم خانمان سوزه، هم جامعه سوزه، هم حکومت سوزه و هم بشریت سوزه این مسئله. برای اینکه عوارض این مسئله فقط عقل و شعور و وجدان رو تباه نمیکنه، بلکه تن رو تباه میکنه، هورمون ها و ژن ها رو تباه میکنه، انسان رو به سمت عقیم شدن جنسی میبره و حقیقتا انقدر که این مسئله میتونه بقای بشر رو بر روی زمین تهدید جدی بکنه، جنگ های جهانی و حتی ایدز هم تا این حد نیست. پس میشه گفت این واقعا اورژانسترین معضله بشری در عصر ماست. خب بایستی ببینیم، حقیقتا بایستی معنای ذاتی این واقعه رو نشون میدیم. واقعا از چشم یک مسئله فراسویی بایستی نگاه بکنیم، از فراسوی ارزش‌ها، شرایط، جبرها، طبقات، حکومت‌ها و مذاهب بایستی این قضیه نگاه کنیم. برای اینکه می‌بینیم که این معضله، این بیماری اپیدمیک طبقه و قوم و مذهب و ملت نمیشناسه. پس میشه گفت چه بسا این انسانی ترین و بشری ترین معضله است، یعنی جهانی ترین، یعنی برخواسته از نفس واحده بشره. به این معنا میشه گفت یعنی ذاتی ترین مسئله است، گویی که مسئله ریشه در ذات داره. خب ببینید، قبل از پرداختن به این قضیه من به ناگاه یاد یک مسئله دیگری افتادم. خب ما میدانیم که در بهشت مذهب و خصوص در قرآن کریم از جمله ویژگی های اهل بهشت و زندگی بهشتی چند نوع شراب و مستی هست که در بهشت وعده داده شده به اهل بهشت. در یکی از سوره های قرآن این سه نوع مستی و سه نوع شراب اسمش هم آمده
یکی شرابن کافوراست، یکی شرابن زنجبیلاست و نهایتاً کاملترین شرابن طهوراست که به اهل بهشت نوشانده میشه که در واقع بر عقل و خرد و معرفت و خداشناسی و اخلاصشون و بر شکر و ذکرشون میافزاد در اونجا. منتها خاصیتش اینه، مدهوشی و بیهوشی و کرخی و کفر نمیاره، فساد نمیاره. اتفاقا این شراب‌ها پاک کننده نفس، ارتقا دهنده معرفت و توحید و اخلاص و خداشناسی و شکر نعمات خدا و خداپرستی هست. خب هرچند که آن مستی درست به لحاظ ظاهر و باطن ضد این مستی های زمینی و بشری و کافرانه هست، ولی خب ببینید پس معلومه این یک نیاز ذاتی در بشر هست که خداوند هم در بهشت این رو یکی از بزرگترین اجرها و نیازها دونسته. خود در بهشت ما میدانیم که دو سه نوع لذت و عزت وجود داره که اصلا ویژگی بهشت رو به عنوان بهشت شاخص کرده و معلوم مفهوم میکنه. یکی غذاهای بهشتی است، یکی یاران بهشتی است، همسران بهشتی است، یکی هم این مستی های بهشتی است. خب از همین دیدگاه میشه گفت پس این مسئله واقعا ذاتیه، ریشه در ذات داره. خب همونطور که در بهشت وعده به یاران پاک و قدیسی داره، به حوریان، حورالعیون که مظهر قداست و پاکی و وفا و عزتن، غذاهای بهشتی که لذیذترین غذاها و پاکترین غذاها و سلامت بخشند، و نیز شرابهای بهشتی. خب ببین اینها همه باز نیازهای ذاتی و غریزی انسان بوده که در بهشت به نابترین و عالیترین و بی‌ضرر و شررترین نوعش برآورده میشه. پس واضحه که اینها گرایش انسان به مستی یک گرایشی کاملا ذاتی است. خب پس میشه گفت دو نوع مستی داریم، مستی بهشتی و مستی دوزخی. همونطور که یاران بهشتی و یاران دوزخی غذای رزق دوزخی و رزق بهشتی داریم، حلال و حرام، در واقع شراب حلال، شراب حرام، همسر حلال و حرام، غذاهای حلال و حرام. خب باز تا همینجا حتی الله اعتقادی ما میبینیم که واقعا این نیاز ذاتیه، طبقاتی، فرهنگی، آموزشی، تعلیمی، تربیتی، نژادی، قومی اینها نیست، بسیار اساسی تر از این است. خب از جنبه بهشتی شلال حساب چشم می‌پوشیم، میپردازیم به همون جنبه زمینی و در واقع جهنمی قضیه. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که انسانی که به اعتیاد افتاد، اعتیاد به الکل، به افیون، به انواع داروهای روانگردان و اعتیادآوری که در پزشکی‌ها تجویز میشه به طور قانونی و رسمی، آنهایی که مبتلا میشن به این، ما میدونیم که واقعا این در به ورود به اشد عذابها و قل و زنجیرها، خفتها، رسواییها، دردها، منفوریتها، مطرودیتها هستش. یعنی اینا در واقع میشه گفتش که این اعتیاد یک عذاب نیست، 100 تا عذاب از توش در میاد. در به ورود به بسیاری عذاب هاست. عذاب مهین یعنی عذاب رسوایی، عذاب علیم یعنی عذابهای دردآور، عذاب مریب یعنی عذابهای شک آور، عذابهای جنون آور، جنایت آور، نفرت ها، شقاوت ها، منفوریت ها، مطرودیت ها. خب چرا بشر رو امروز به این مسائل رو میاره؟ بپردازیم به محسوسات و معلومات و تعینات بشر امروز. چرا بشر میخواد بی خود بشه، بیهوش بشه، میخواد نفهمه، شعورش و وجدانش رو میخواد کرخ کنه، در واقع میخواد بکشه؟ در حقیقت میشه گفتش که گرایش به مواد مخدر و انواع مواد سکرآور در واقع میشه گفت به طور ارادی یا غیر ارادی یک نوعی خودکشی تدریجی و به اصطلاح محترمانه و زیرکانه است. این واضحه. در واقع اونی که خودش حلق‌آویز میکنه اون تنکشی داره میکنه، نه خودکشی. خود من کشی، خود به مفهوم هویت، نفسانیت، در واقع تلاشی برای کشتن خودکشی. اینجا خودکشی و تنکشی رو بایستی متمایز کنیم، این لغت‌ها اشتباه گرفته شده. آنکه با گوله‌ای مغز خودش رو پریشون میکنه، حلق‌آویز میکنه خودش رو، اون تنکشی میکنه. خودکشی حقیقی در واقع میشه گفت اینه، خود براندازی است، کشتن عقل، وجدان
و به تدریج گام به گام کشتن تن و کرخ کردن تن و تن رو به سمت مرگ بردن. به تدریج، گام به گام، مرگ تدریجی است. در واقع میشه گفت خودکشی تدریجی است، آنی نیست، که در آگاهی و ناخودآگاه بشر این معنا کاملا واضحه. در حقیقت به یک کلام به طور کلی میشه گفتش که بشر به میزانی که شکست میخوره، رسوا میشه، ناکام میشه در آرزوها و آرمانهای آگاه و ناخودآگاه خودش، در عشق شکست میخوره، در مسائل معیشتی شکست میخوره، در لحاظ حیثیتی شکست میخوره، رسوا میشه، لحاظ ایدئولوژیکی شکست میخوره و پوچ میشه، این میل به طور آگاه و ناخودآگاه درش پیدا میشه. پس از این لحاظ خیلی واضحه اگر این قرن اعتیاد و گرایش سرسام آور انسان به انواع مواد مدهوش کننده هست، به این دلیله که این قرن و به خصوص این 2-3 دهه‌های فروپاشی و پوچی و نیهیلیسم و ناکامی‌های بشر و شکست بشر در همه ارکان آرزوهاست. پوچی آرزوها، پوچی ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها و آرمان‌ها، پوچی وعده‌های علم و دانش و تکنولوژی، پوچی وعده‌های آزادی و دموکراسی، پوچی وعده‌های عدالت‌خواهانه، برابری، عزت و رفاه، پوچی معنای عشق و تلاش‌های مذبوحانه برای عشق، پوچی وعده‌های علم طب برای سلامتی و عزت و راحتی و این مسائل. پس میشه گفت این یکی از دلایل امروزین گرایش اپیدمیک و سرسام‌آور و آگاهانه بشر به سوی خودتخدیری و مدهوش کردن و خودکشی تدریجی است. در قدیم‌ترها که ما گفتیم که این مسئله اساساً در اشراف، در دربارها، شاهان و خوانین وجود داشته، اون از برای عیاشی بوده، برای بیشتر خوشگذراندن بوده اساساً. ولی امروز فرق میکنه. البته امروز هم برخی از فرط عیاشی و فقط برای اینکه بیشتر خوش بگذرانند به این مواد مبتلا میشن، در این شکی نیست. اینها هم هنوز ادامه همان مسئله در دربارها و اشراف در دوران قدیم ادامه همان ها هستند. ولی امروزه بخشی از افراد و گروه ها که به این مواد ها مبتلا میشند از فرط عیاشی شکمسیری است و مختص شکمسیران، دزدان و آنهایی که مال بادآورده و ارث و میراثی دارند اکثرا به این مواد مبتلا میشن. ولی اکثر قریب به اتفاق و شاید بیش از 90% حتی افراد و گروه هایی که بر روی زمین به این مواد مبتلا میشن دیگه واقعا از فرط شکمسیری و عیاشی نیست حقیقتا. یعنی میشه گفت حد اکثر شاید 5% از فرط شکمسیری و با نیت عیاشی بیشتر و برتر و تنوع طلبی، هوسبازی، مابقی اینطور نیست. هرچند که این دوتا رو اینقدر هم دقیق نمیشه مردش رو تعیین کرد. در اون جنبه اینکه عصر ناکامی ها و فروپاشی های ارزش های علمی و عقیدتی و سیاسی و اقتصادی و علمی و فنی و ایدئولوژیکی و نهایتاً عصر فروپاشی ارزش های معنوی و حتی مذهبی، پوش شدن اخلاقیات، باورهای ذهنی دینی، اینها زمین های این گرایش اپیدمیک به انواع مواد مدهوشیزا و خلس‌آور، مست کننده و تخدیر کننده است. این بیان کلی واقع است. در واقع از یه وقت میشه گفتش که این گرایش اکثریت قریب به اتفاق بشر به این نوع مواد برخواسته از یک نیهیلیسم جهانی و اجتماعی است. نه نیهیلیسم فلسفی روشنفکری، نه نیهیلیسمی که از اعماق نفس پیدا میشه، در نگاه به شرایطی که انسان زندگی میکنه از اعماق نفس پیدا میشه. این نیهیلیسمی است خیلی ریشه‌ای تر و جدی‌تر از نیهیلیسم کامو و ساس رو نمیدونم هایدگر و یاسپرس. نه، اونها نیهیلیسم روشنفکرانه است و همین نیهیلیسم از فرط شکمسیریه واقعا. نیهیلیسم آکادمیک، نیهیلیسم درس و مشقیه. اون نیهیلیسم در واقع میشه گفت خودش شغل و کاسبی. این نیهیلیسمی است واقعی از اعماق نفس برخواسته و حاصل این قرن و حیات بشر در این قرن. ما این مسئله رو در صحبت‌های قبلمون درباره
ذات دانش و تکنولوژی این مطلب رو اشاره اساسی کردیم. این مسئله نیهیلیسم خودش برخواسته از ذات دانش و تکنولوژی است. اینجا این رو تکرار نمی‌کنیم، فقط یه اشاره به اون مطلب می‌کنیم. پس بشر به میزانی که امروزه می‌بینه که خودش نیست. خب چرا خودش نیست؟ آخه جهل انسان جاهل چنینه. وقتی من شکست میخورم به میزانی که من جاهلم هرگز نمیگم که تقصیر خودم بود، میگم تقصیر بابا ننم بود، تقصیر بچه‌ام بود، تقصیر همسایه بغلی بود، تقصیر اگر روشنفکر باشم تقصیر حکومت‌ها بود، تقصیر انقلابات بود، با روشنفکر تقصیر آمریکا و شوروی و قدرت‌ها بود، اصلا تقصیر خود انگلیسی‌ها بود. حالا باید خیلی روشنفکر باشم، آقا این یک تقصیر آسمانی است، جهانی است، کازمولوژیکی است. حالا مقدار مذهبی تر باشم، آقا سرنوشت الهی بود، من شکست خوردم، ناکام شدم. این نوع توجیهات و توضیحاتی که انسان بر شکست ناکامی خودش میده و حاضر نیست خودش رو علت شکست خودش بدونه، خود همین زمینه روانی و فکری یه گرایش به مستی و متوشی و خودکشی های تدریجی از این نوع هستش. پس به میزانی که من خود نمیخوام خود را علت خود بدانم چنین میشم. به میزانی که در واقع میبینم که آن چیزی که من میپنداشتم خودمم پوچ شده، خب من بگم حالا که من پوچ شدم و فهمیدم که تا چه حدی بی خودم، برای اینکه مسئولیت این بی خودی رو هم گردن خودم نگیرم، به این مواد گرایش پیدا میکنم، یا عمدی یا سوی یا اتفاقی فرق نمیکنه، برای اینکه مواد تو هر خونه همه جا هست، پس فراوونه، همه جا هست، هیچ نباشه مشروبات الکلی که هست. و بشر میگه که حالا که من اینجوری بی خودم، اینقدر بدبختم و سرنوشت خودم دست خودم نیست و نتونستم با اراده خودم رو خوشبخت کنم، اصلا میخوام که نباشم و نبینم خودم رو. برای فرار از دیدن خود و ناکامی خود و جهل خود، انسان پناه میبره به این تخدیرها تا جهل خودش رو، تا این بیخودی خودش رو نبینه. باز در واقع میشه با انسان برای ندیدن این بیخودی خودش پناه میبره به موادی بیخود کننده تر و مدهوش کننده تر که حتی این بیخودی رو هم که در خودش میبینه رو، این بیخودی رو هم در خودش بکشه. در واقع میشه از یه لحاظ گرایش به این مواد، به جایی که بگیم خودکشی است، باید بگیم که بیخودی کشی است. انسان میخواد بیخودی های خودش رو در خودش بکشه، نابود کنه. بیخودی کشی است. به من دیگه میشه گفتش که این گریز از خود بیخوده، گریز از من پوچ شده است. به جایی که من ببینم که این پوچی ها چه بود، به جایی که ببینم که این خود علت خودم بودم، به جایی که خودم رو علت خودم قرار بدم و مسئولیت سرنوشت خودم رو بپذیرم، چطور پیروزی های خودم رو، به کام رسیدگی های خودم رو از خودم میدونم، شکست ها و رسوایی های خودم رو، بتالت های خودم رو چرا گردن خودم نمیگیرم. خب جهلی از این واضح‌تر دیگه نمیشه. این جهله، این همون کفره. کفر یعنی جهل. ببینید انسان مؤمن، انسان متدین به مفهوم واقعی کلمه، آنجوش ما از قرآن میفهمیم، یعنی انسانی است که خودش سرنوشت خودش رو به عهده خودش گرفته به تمام و کمال، بدبختی و خوشبختی خودش رو به عهده خودش گرفته و هیچ کس رو غیر از خودش رو مسئول خودش نمیدانه. به این میگن یک مؤمن کامل، یک مؤمن خالص. خب پس در اینجا میبینیم که گرایش به مواد مخدر و مواد مدهوش کننده حاصل کفر انسان به میزانی که میخواد خودش مسئول خودش نباشه به این مواد گرایش پیدا میکنه. این کفر همان جهله. در واقع برای گریز از مسئولیت شکست‌های خود انسان پناه میبره به این مواد. به میزانی که غرور و تکبرش میشکنه، خب به این مواد گرایش پیدا میکنه. خب در واقع میتونیم بگیم که چنین انسانی که به چنین شکست‌ها و پوچی‌ها و ابطال‌های ظاهری و باطنی و فکری و معیشتی و اقتصادی و سیاسی و عاطفی میرسه، در واقع تا چه حدی واقعاً بر آستانه دین خالص قرار داره که رو به خدا کنه. یعنی بپذیره که تا چه حدی این تکبرش ابلهانه بود، اون غرورها تا چه حدی تو خالی بود، این منم‌ها تا چه حدی دروغین بود، به جایی که این منهایی رو که در خودش شکسته رو
بریز دور و در جستجوی یک من و یک خود برتر و در حق‌تری باشه و خدایی تری باشه، در همچین شرایطی به جایی که توبه نصوحی بکنه و واقعا وجود آماده شده، چون انسان طبعا و ذاتا و نفسا انسان فقط در شکست‌های خودش رو بدیم میکنه. همونطوری خداوند می‌فرماد هرگاه که یه مقدار از رحمات خودمون میکاهیم، بلای امتحانی نعمتی فرود میاد، اکثریت مردمان روی ترش میکنن و اخم میکنن. ولی هرگاه که عذاب ها فرود میاد، همه خالصانه خدا رو صدا میکنن، خدایا به داد ما برس، به یاد خدا میفته. بدبختانه بشر جهادی این اکثریت قریب به اتفاق انسان میبینن. خب حالا این شکست ها خودش توفیق اجباری است، توفیق الهی است، نعمات. این شکست ها بلایاست، بلی خداست به انسان. بلا یعنی بلی. به جایی که انسان رو به خدا کنه درست، چون بیش از هر زمانی مستعد و مستحق شده وجودش که رو به خدا کنه، برای اینکه دنیا بخشایی از دنیا آرش پوش شده، میتونه رو به آخرت کنه، رو به حق کنه، در واقع رو به خودش کنه، رو به باطنش خودش کنه و دل خودش رو و خدا خودش صدا بزنه، از خودش فرار میکنه و روی به انتقام از خود میرسه و میخواد خودش رو فراموش کنه. اینجا بسیار تأسف. پس در واقع ما باید بدونیم که درست اون آدم هایی که در شرایطی قرار میگیرن که میتونن واقعا بر آستانه پیروزی واقعا باشند، خودشون رو هلاک میکنن. حضرت علی میفرماد که یأس بزرگترین پیروزی است. در جا دیگه میفرمان که شکست آغاز پیروزی حقیقی است. به این معناست. به جایی که انسان شکست رو پذیره و مایوس بشه از دنیا و اهل دنیا و امیدوار بشه به خدا، خودش رو تسلیم تباهی میکنه و به خودکشی در واقع رو میاره. چه خودکشی بسید تنکشی، چه انواع اقسام مواد مخدر. در اینجا بیاد یک نظریه از داستایوفسکی، رمان نویس شهیر روسی میفتیم. داستایوفسکی رو به قول نیچه میگه نخستین و ژرف اندیشترین روانشناس و تنها روانشناس واقعی داستایوفسکی بوده. بسیاری لازم واقعا همینطوره. در ادبیات داستانی که پیدا برده ایشون یه روانشناسی خاصی در مورد جنایتکاران داره، روانشناسی جنایت. ایشون این نکته رو میخواد در آثارش نشون بده، در آثاری مثل برادران کارامازوف و یا جنایت و مکافات، در سایر داستانهاش قمارباز، این نکته رو خیلی قشنگ نشون میده که آنهایی که به سمت جنایت حرفه‌ای میرن جنایتکار میشن، سر زندانها و تبعیدگاه‌ها در میارن. اینها کسانی بودن که دارای لطیفترین دلها و دارای نبوغی عظیم بودند و واسطه یک بدشانسی حالا یا به هر دلیلی اینا به جای اینکه واقعا توبه کنن رو به خدا بیارن و نبوغشون شکوفا بشه و ایمانشون شکوفا بشه، اینا یه دفعه تبدیل به جنایتکار میشه. قهرمان داستان‌های داستایوفسکی همه همچین ویژگی دارن. ما البته این نتیجه‌گیری داستایوفسکی رو من شخصا خودم قبول ندارم، ولی این نگاه بسیار روانکاوانه و عمیقی هستش. از در واقع میشه گفت شکست خورده ترین و مستضعف شده ترین، ضعیف شده ترین انسان ها به دام مواد مخدر میفتن، حالا که میتونن واقعا در آستانه پیروزی و واقعا و رستگاری و ایمان باشند، به جایی که به این طرف بیان به اون طرف در میرفتن. بنابراین بالقوه اینجور آدم ها شکست خورده اگر مربی داشته باشن، اگر تربیت اجتماعی واقعا تربیت حقیقی دینی وجود داشته باشه، اینها نه تنها معتاد نمیشن و بلکه تبدیل به پاکترین مؤمنان میشن. پس در حقیقت میشه گفتش که آنها که معتاد میشن بالقوه میتونستن تبدیل به بهترین، پاکترین، نخبه‌ترین و مؤمنترین انسان ها بشن و میتونن باشن. اینها بالقوه دارای چنین پتانسیلی میشند وقتی در اشد شکست ها و بحران های روحی و ناکامی ها قرار میگیرند. اینها معلم معنوی، مربی روحانی، آموزگار معنوی اگر داشته باشند واقعا بهترین انسان ها میتونن باشند. همونطور که ما در تاریخ نگاه کنیم، در خود قرآن اصلا چرا تاریخ؟ واقعا میفرماد که
خداوند اراده کرده است که از مستضعفترین یعنی ناکامترین و درمانده ترین انسان ها برای خودش خلیفه برگزینه بر روی زمین. ببین در تاریخ همینطور کرده. اکثریت انبیا جزو مستضعفترین انسان ها بودن. خیلی از انبیا همه یتیم بودن. بسیاری از حواریون، مؤمنان و مخلصین صدر اسلام اکثرا مگه برده نبودن؟ برده هایی که اشراف قریش اینها را به عنوان گاو استفاده می‌کردند و مثل خر سوار بر اینها می‌شدند و مثل حیوان انسان آنها کار می‌کشیدند. میثم، مقداد، کمیل، بلال، عمار اینها برای پیامبر علی ارکان معرفت و اخلاص در تاریخ هستند. خیلی از سلسله‌های عرفانی از اینا جاری شده، مثل کمیلی فرض کن. همه اینا برده بودن، یعنی مستضعفترین انسان ها بودن، ناکامترین انسان ها بودن. این الله تاریخی هم واقعا درست. این مسئله هر زمان میتونه وجود داشته باشه. بنابراین اگر رهبری سالم معنوی در جامعه وجود داشته باشه هرگز چنین اتفاقی نمیفته. و بیان دیگر به واضح میشه قضاوت کرد که میزان اعتیاد در یک جامعه، در یک خاندان، در یک گروهی نشان دهنده چند حقیقته. یک، میزان گریز انسان ها از واقعیت، یعنی میزان کفر، میزان ناکامی و میزان فقدان رهبریت معنوی و آموزگاران معنوی و عرفانی که بتونن این مستضعفین رو قلباً و روحاً مدد برسانند و آنها رو از خودبراندازی و خودکشی باز دارند و بلکه آنها رو در مسیر تعالی بیندازند. این پس گفتیم که شکست و ناکامی چه لحاظ فکری، چه معیشتی، چه اقتصادی، چه عاطفی، چه سیاسی زمینه گرایش به مواد مستیزا و تخدیر کننده است. خب این سوال بس بکنیم کلاً انسان در حیات دنیوی خودش چه چیزی رو جستجو میکنه؟ این همه تلاش‌ها، فعل و انفعالات، تلاش‌های فکری، هنری، تحصیل علم، مبارزات سیاسی، کسب معیشت، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، هنر، این همه تلاش‌های مادی و معنوی انسان تا آنجایی که خودش میتونه احساس و درک کنه برای چیست؟ چه مقصودی داره انسان؟ آیا یک مقصود ذاتی در آگاه و ناخودآگاه افراد بشری وجود داره یا نه؟ اگر ما بفهمیم که اون مقصود ذاتی چیه پس میتونیم بگیم آقا جان فقط یک شکست برای انسان وجود داره و همون یک شکست زمینه این گرایش میتونه بشه، گرایش به تخدیر. این واضحه، احتیاج به هیچ فلسفه و حکمت و آیه و منطق نداره. این انقدر حسی و غریزی است که همه این رو با تمام وجود تصدیق خواهند کرد. انسان هر کاری داره میکنه، هر تلاشی، حتی از بچه‌ای که کم کم راه میفته این درش به صورت آگاهی در میاد تا انسان تا دم مرگ. هر کاری که انسان میکنه فقط و فقط و فقط به یک منظوره و آن کسب محبوبیت و سلام. فقط کسب محبوبیت که در نزد یک نفر لااقل محبوب بشه. حالا این محبوبیت در نزد کل خاندان بشه، کل اقوام، شهر، کشور و محبوبیت جهان. اصلا جنون شهرت پرستی انسان برای محبوب شدنه. هرچند که انسان عاقل وقتی نگاه کنه میبینه که مشهوریت واقعا ذاتش متفاوت از محبوبیته، ولی انسان جاهل میپنداره که مشهوریت همون محبوبیت. البته یک سو تفاهم بسیار بزرگه. پس انسان ذاتاً در جستجوی محبوب واقع شدنه که هر کاری میکنه. پس در هر امری هم که شکست میخوره در واقع میشه گفت در همین آرمان ذاتی خودش شکست خورده، شکست در محبوبیت. و بعد میبینه نه هم محبوب اون افراد یا فرد یا گروه هایی که قرار بشه محبوب واقع نشده، بلکه مطرود و منفور و ملعون هم واقع شد. در اینجاست که اراده به خود براندازی و خودکشی در انسان جاهل و کافر شروع میشه، یا حلق‌آویزه یا مواد مخدره به شکل‌های مختلف، فرق نمیکنه. انسان به هزار شکل میتونه
دست به طرز موذیانه و ریاکارانه دست به خودکشی و خودبراندازی بزن. شکست در محبوبیت. بنابراین اگر بگیم آقا علاج این فاجعه، این تراژدی خانمانسوز و تمدنسوز و بشرسوز چیه؟ علاجش محبته. این محبتی که ما ازش صحبت میکنیم، این شعارهای محبت آمیزی که اخیراً باب شده که آقا جان با معتادان محبت کنید تا خوب بشند، از این نوع محبت‌های ریایی، ترحم‌های رقت آور و تهوع آور ما دیدیم که معتادان رو معتادتر کرده، تریاکی رو هروئینی کرده، هروئینی رو تزریقی کرده. ترحم، لوسبازی، ملوس کردن، می‌بینیم بدتر هم کرده. برای همین دیگه حتی افراد، خانواده‌ها، پدر مادرها دیدن آقا قهار بودن بهتره. حکومت‌ها به این نتیجه رسیدن که آقا روش‌های قهارانه بهتره. تجربه خود انقلاب ما نگاه کنید. اوایل روش‌های محبت آمیز بود، باز نشد. قهاریت هم نشد، باز محبت. همینطور آلترناتیو بین برخورد تساهلی و قهارانه انجام میشه و هر تا جوابش منفیه و این روند داره راه خودش میره. پس منظور ما از عشق نمایی و ترحم نمایی نیست، واقعا محبته. وقتی که چند لحظه پیش من متذکر شدم که اگر معلمین معنوی، آموزگاران روحانی باشند و باطناً و روحاً انسان‌های شکست خورده را یاری کنند، اونها نه تنها به سمت اعتیاد و نابودی نمیرند و خودشون مثل یک ویروسی به جان جامعه نمیافتند، بلکه مؤمنانی مخلص میشه. منظور از آموزگاران معنوی وعاظان و سخنانان نیست. امروز عصر رسانه هاست. همه افراد بشری، همه سخنانان، همه فیلسوف، همه علامه در، همه واعظ، همه فقیه، همه عارف، همه شاعر و همه نصیحت کننده. همه نگران رو نصیحت میکنن. این نیست. اگه این بود که خب جواب اینطور نمیشد. اما میبینیم که این نوع به اصطلاح نصیحت ها، آموزش ها نتیجه معکوس هم به بار آورده. برای همین نفرت انگیزترین چیز در نزد معتادان از این جور نصیحت ها و ترحم ها هستش. ترحم های طبی، ترحم های فقهی، ترحم های سیاسی، لیبرالی، اینها ما امتحانش رو بس داده دیگه، در مورد ما توضیح نمیدیم. آموزگار معنوی انسانی است که بتونه مردمان را دوست بداره. تمام شد. بعد دیگه ولایت ما میگیم در اسلام که این امامته، ولایت یعنی محبت. ولایت به مفهوم فرماندهی و رهبری قلبی است. رهبری از طریق محبته. از این فرماد که فقط به کسی امر کنید که دوستش داشته باشید و او هم شما رو دوست داشته باشه. در انسان امر نکنید آقا که توف سر بالا میشه. ببینید عداوت ایجاد میکنه، نتیجه معکوس میده. ببین بس ولایت و امامت یعنی رهبری معنوی قلبی و از روی محبت. بنابراین اگر از این نوع آموزگاران که قلبای رئوفی دارن و اصولا قلب دارند و قلبشون زنده است، هنوز نمرده، اونها هستند که میتوانند شکست خوردگان و ناکامان قلم رو به محبت و محبوبیت رو نجات بدند. به زبان ساده تنها راه پیشگیری از اعتیاد و همچنین تنها راه علاج معتادان اینه که یک پیدا بشه اینا رو دوست داشته باشه و اینا ببینند که با همه این که مسعود عالم آدمن، یکی هست که آنها رو علیرغم همین وضعی که هستند آنها رو دوست داره، با خاطر اینکه انسان هستند دوست داره. من خود مجبورم این مسئله رو به زبان بیارم که گمان نشه که این شعار عرفانی است. باز شعارهای عاشقانه در این شعارها زیاد داده شده و پوچیش و دروغ بودنش هم واضح شده. بنده خود در تجربه کوتاهی که در طبابت داشتم با 10 مورد از این معتادان بسیار مزمن و دوز بالا مواجه شدم و با برقراری یک رابطه دوستانه و قلبی و با اندک نصیحتی اینها تونستن بدون کمترین درد و زجر، بدون که از خودشون بفهمن،
اصلا این مواد مخدر ازشون افتاده و اینا بیزار شدن از مواد مخدر و بدون یه عطسه و یه درد و یه ناله و یه دلپیچه‌ای تونستن ترک بکنن. این من بنده به تجربه میگم، شعار نمیدم. و اما سوال جناب عالی این که چندین نوع مواد مستیزا و خلسه آور وجود داره، این که افراد و گروه ها و جوامع بر چه اساسی به سوی یکی از اینها میرند، آیا این علت درونی باطنی و هویتی و روحی روانی و شخصیتی داره یا اینکه دلایل اجتماعی و سیاسی داره و یا اینکه اتفاقیه یا اینکه هر دو عنصر باطنی و ظاهری دخیله؟ این سوالی بسیار اساسی. مسئله اصلی اینه که من 3 نوع مواد مستی‌آور و خلسه‌زا رو میتونم تقسیم بندی بکنم. یک دسته رو من اسمشون گذاشتم محرک ها. خود الکل یک محرکه. حشیش و مشتقات قاچاقی و داروییش، ماده اصلی که در حشیش هست در خیلی از داروهای روانگردان و خواب آور اعصاب و روان در پزشکی هست. کوکائین، اینا محرکه. به قول اروپایی ها آپه، هایی میکنه. به قول اروپایی ها هایی میکنه، به جنبش در میاره، به طور کاذب انرژی کاذب ایجاد میکنه. دسته دیگر مخدرها هستند. باید به قول اروپایی ها دان میکنه، انرژی رو کاهش میده، به قول ما تلپ میکنه، به خواب میبره. تخدیر اصلا یعنی همین، مخدر یعنی همین، کسل کننده، خواب آور، رخوت آور. در رأسش تریاک افیون، مشتقاتش مثل هروئین، از هروئین باز اخیراً مثل یک چیزی به اسم بلک ماجیک، جادوی سیاه گرفتن که میگن 1 میلیون قوی‌تر از هروئینه. نوع شیمیاییش مورفین شیمیایی و چندین نوع. اینها مخدرها هستند که انرژی رو سرکوب میکنند، لمس میکنند. این شکلیست. و نوع سوم وجود داره که اسمش رو من گذاشتم روانگردان ها، که این روانگردان ها جدیدترین و مدرن‌ترین ها هستند در میان این مواد، که مشهورترینش و در محورش LSD وجود داره که اسم علمیش هست مخففه، که در یک سری از قارچ‌ها که در اولین بار در امریکا در ایالت نیو مکزیکو و تگزاس بخش‌های از کالیفرنیا کشف شد. قارچی به اسم پیوت میگن که این ماده LSD در اونجا هست. این مشهورترین و قوی‌ترین روانگردانه که امروزه در بازارهای جهانی به صورت قاچاقش هست و در داروهای روانگردان هم در پزشکی از این به مقدار بسیار کم استفاده میشه. بنابراین همه این موادی که گفتیم پس امروزه 2 وجود داره، یکی قاچاقیه، یکی پزشکی استاندارده. عده از قاچاقچی‌ها میخرن، عده از پزشک و داروخانه میخرن. این تو زرورق و استاندارد و خوشگل و بسته‌بندی شده است، قیمتش هم احتمالاً ممکنه ارزان‌تر باشه. و یکی از دست قاچاقه و کثیف‌تره. پس در واقع وقتی ما از احتیاط صحبت میکنیم نبایستی از گردی‌های کنار خیابون صحبت کنیم. الان تعداد معتادانی که به نوع قانونی و استانداردش مبتلااند به مراتب بیشتر از اونهایی هستش که به نوع قاچاقیش مبتلا هستند. کسی هست که یکی از این قرصا رو استفاده نکنه؟ دیازپام، اوگزازپام، ایمیپرامی، آمیتریپتیلین، کلودیوپوکساید و صدها نوعش که اسمای جدید داره، مثل نوع نبا هر کاری 4 تا جیب داره میخوره و دیگران تجویز میکنه. اینا همینن، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره. فقط رنگ و بسته‌بندیش فرق داره، اسمش فرق داره. اینا اسمای لاتین و انگلیسی دارن، اینا اسمای احتمالاً شرقی و بومی دارن. خب بعد این 3 دسته وجود داره. خب اگر ما درک میکنیم که این 3 دسته با روح انسان چه میکنه، با تن و روح انسان چه میکنه، پس همینجوری غریزتاً از طریق هوش غریزی میشه درک کرد که واقعاً این به طور آگاه ناخودآگاه و غریزتاً افراد و گروه ها انتخاب میکنن یکی از این 3 دسته رو بسته به شرایط روحی روانی خودش. البته اون عوامل بیرونی هم که شما فرمودید موثره که اسمش مثلا اتفاق میشه گذاشت. بله بنده اگه این کارو باشم، خب این که ببینم اول حشیش به دست من برسه یا عرق دست من برسه، خب معلومه هر کدوم زودتر برسه به همون گراش پیدا میکنم. اینها هست. ولی در میان مطلبی هم هست، این رو
در تجربه پزشکی و در تجربه عامیانه هم ما شاهدیم، خیلی هستن همین اولین باری که مشروب میخورن حالشون چنان خراب میشه که تا آخر عمر از مشروب نفرت پیدا میکنن، دیگه لب نمیزنن. ولی چه بسا فرض کن به تریاک همین اولین باری که کشیدن، اینا دیگه گون که معتادن تا آخر عمر چه بسا خواهند کشید. ببین پس اینها دیگه یک سری فقط مسائل اتفاقی نیست که کدوم یکی از اینا فراوان‌تر باشه یا ارزان‌تر باشه، نه. پس ما ببینیم که ارجحیت علت درونی و روحی روانی و مربوط هویت شخصی و ذاتی و روحی و روانی فرد داره که البته این هویت درونی بدون شک برخواسته از شرایط بیرونی محیط زیست از کودکی تا به امروز بوده. شرایط اقتصادی، تربیتی، مسائل زناشویی، پدر مادرها، مسائل اقتصادی، طبقاتی، فرهنگی، همه اینها درون برون قابل تفکیک نیست. این همان است، نه این علتونه نه اون علتینه، هر دوتا علت معلول همن و پا به پای هم دیگه اینها رشد میکنن. هیچ کدوم ارجح نیست. ما نه باطنگرا هستیم نه ظاهرگرا، این هر دوتا یک واقعیت انسانی است، هر دوتا مؤثر. خب فی المثل ما شاهدیم که برخی از انسان‌هایی هستن که به دلایل مختلفی دارای انرژی‌های بسیار فراوانی و شدید هستن، علاوه هم جسمانی، هم قوا جسمانی و هم عصبی و هم نفسانی. فی المثل آدم‌های غضبناک بسیار دارای اراده‌های قهاری هستند و افسار گسیخته و قلب آتش گرفته. ما به ترجمه می‌بینیم که اینها به سمت افیون و خانواده تخدیرها میرند تا هروئین و جادوی سیاه. چرا به تجربه می‌آموزن که با این خلق و خوی آتشین و غضبناک و کافرانه و تهاجمی که دارند، خب می‌بینن که هیچ کس نمی‌تونه تحمل کنه اینها رو. مثل آی بر روی آتش این مقدار آروم‌تر میشن که هم بتونن خود رو مهار کنن، هم دیگران بتونن اونها رو تحمل کنن. این به تجربه آموخته میشه. برعکس یک سری آدم‌هایی هستن که از نفسانی به هر دلایلی، ما نمی‌خوایم قضیه روانشناسی کنیم، می‌خوام تجربهشون نشون بدیم. جنبه روانشناسیش رو فقط کلاً ما گفتیم. آدم‌هایی که آدم‌های به قول معروف تلپیان خودشون، آدم‌های کاهلیان، هم لحاظ مغزی، هم عصبی، هم فکری، هم لحاظ اراده، آدم‌های بی اراده، کم اراده، سست اراده. چرا؟ حالا تربیت، ژن، شرایط اقتصادی، همه اینا دخیله. همین است. بخوام اسم ببریم باید یک لیست داراتون معرفی بدیم. اینها به طور اتوماتیک به محرک‌ها علاقه‌مند میشن، به تجربه. اونها چه بسا با تجربه میشن، حالتون اینقدر بد میشه رویشون دیگه نمیکشن. چه بسا مشروب اسم میکنن به اینا تعادل میده. کوکائین بس کن. بله. حشیش اسم میکنن کوکائین رو شارژ شدن، اینا دو قوت گرفتن، انگار کمی صاحب اراده قوی‌تر شدن، انگار متکی به نفس‌تر شدن. ولی همین کاذبه. همین کاذبه. در قلمرو عمل هیچ جواب مثبتی نمیده. و این شکلی اسم میکنن که یک کمی بر خود بیافزایند از این کاهش اراده، این مقدار افسونی پیدا کنن تا بتونن هم ردیف دیگران باشن و با دیگران رابطه برقرار کنن. درسته. و برخی ها هم که گرفتار روانگردان ها میشن که این مسئله کاملا جدیده، که همش یکی دو نسل بیشتر نیست که پیدا شده، این نسل های روانگرد مبتلا به روانگردان، چه لیستی بازاری قاچاقی، چه داروهای روانگردان و توهمزا، اینها ویژگی های خاص دیگری دارند. انسان هایی هستند که اصولاً با واقعیت وجودی خود و جامعه و شرایط بیرونی خود هیچ جوری توافق ندارند. اون دو دسته اول یه سری اسم می‌کردن که اضافه دارن، باستی بکشن پایین فیتیرشون رو به قول معروف، یه عده اسم می‌کردن کم دارن، باستی فیتیره رو بکشن بالا. اینها نوعی دیگرن، اصلا با واقعیت بیرونی خودشون هیچ نوع موافقتی و ارتباطی نمیتونن داشته باشن. درسته. اینها با اولین باری که روانگردان مصرف می‌کنن حس می‌کنن این است. یعنی این احساس می‌کنن که آقا جان، حس می‌کنن که این واقعیت جهان بیرونی به کلی باید جهان دیگر بشه. با این جهان هیچ طور نمیشه کنار اومد. معمولا آدم‌های بسیار منزوی هستند و فراری‌اند. و جهان بسته‌گر شود. خب به جایی که بگن آقا من بسته‌گر شدم، میگن جهان بسته‌گر شود. ولی با مصرف روانگردان‌ها با اون توهمات سمعی و بصری و عصبی که به دست میارن، حس می‌کنن که جهان دیگر شد. خب حالا با این جهان میشه کاری کرد. ولی همه اینا توهمه، با این جهان هیچ کاری نمیتونن بکنن جز در خیالات خودشون. از یک لحاظ خطرناکترین این سه دسته روانگردان‌ها هستن که با مصرف حتی یکی دو بار اونها 90% کسانی که روانگردان‌ها مخصوصا این استیل مصرف کردن، خودم دورانی در این زمینه تحقیقاتی داشتم در امریکا،
90% کسانی که اولین بار اینو مصرف کردن دچار جنون‌هایی شدن که لاعلاج بوده. خیلی خودکشی کردن و خیلی جانی شدن و اکثر دیگه علاج پذیر نبودن. خطرناک‌ترینش اینه. برای اینکه کل حواس پنجگانه رو تبدیل میکنه. بینایی رو، شنوایی رو، بویایی رو، ذائقه رو به کلی تبدیل میکنه. و واقعا میشه گفت یک شیطانه، یک دیو. پس تا همینجا در این مورد کافیه. امیدوارم با توضیحاتی که در مورد خواص گفتیم خود باعث تبلیغ این مواد نشده باشیم که برای این شکل مصرف بکنن. گرچه از این حرفا گذشته الان بچه‌هام دیگه همین مواد رو میشناسن. اکستازی خصوص خود من از این لحاظ عقب‌مونده هستم، اصلا خیلی از اینا فقط اسمشون شنیدم، فقط یا تحقیقات علمیشو خوندم. در حقیقت میشه گفت چنین است. هر یک از این سه دسته فقط به این دلیل این مواد رو مصرف میکنن و کم کم دنبالش میرن که بتونن با انسانها رابطه برقرار کنن. اگر گفتیم که راز گرایش به انواع این سه دسته راز شکست در محبوبیت یعنی رابطه قلبی دیگه، عزیزترین و لطیفترین و مطلوبترین رابطه که انسان جستجو میکنه در رابطه با دیگران رابطه قلبی است، یعنی محبتی، عاشقانه، دوستانه، دلدادگی، راز دل گفتن، در دل رو باز کردن و به کسی قلباً اعتماد کردن و دل رو دستش دادن. این کسی اگر یک نفر بر روی زمین داشته باشه که باش بتونه اینطور باشه، امکان نداره معتاد بشه. نظر امکان داره معتاد بشه. این انسان رستگار اصلا همینه. کسی اگر یک دوست خالص داشته باشه، به قول علی علیه السلام، یک دوست صدیق داشته باشه، این انسان رستگاره، نه تنها معتاد نمیشه، نه تبعکار میشه، نه گناهکار میشه. این در صراط المستقیم سیر الی الله افتاده. این یک نفر البته در مفهوم قرآنی و اسلامی شیعی اسمش امامه، ولی این امام لزوم نداره حتما اون امام زمان یا عیسی مسیح باشه یا بودا باشه، نه خیر. درجات امامت داریم، همونطوری که درجات ولایت داریم. و البته فقط یک مؤمن میتونه قلباً دیگری رو دوست داشته باشه. صدیق حضرت علی اسم دوست میذاره صدیق. صدیق همه چی توشه، هم دین توشه، هم صدق توشه، هم محبت توشه، هم تقوا توشه، هم وفا توشه، همه چیز توشه. پس گرایش انسان به انواع این موادها علتش از منفوریت، از ناکامیش در برقراری رابطه لااقل با یک نفر، رابطه قلبی و محبتی که درش صدق و اعتماد مطلق باشه، یک دوست صدیق داشته باشه. برای این پس راز این گرایش مواد مخدر که بشریت داره به نابودی میکشونه فقدان محبت و دوستی است. با بیان دیگر میشه گفت علتش تنهایی انسان هاست. تنهایی یعنی تن شدن، طرف تن شده رفته و با دیگران فقط با تن دیگران میتونه ارتباط برقرار کنه، با رویشون با دلشون نمیتونه ارتباط برقرار کنه. رابطه قلبی چون وجود نداره، چون دوستی کسی نداره، دوست بازی رفیق بازی رو امروزه اتفاقا بیشتر در زمانیم هر کسی 500 تا رفیق داره. کلوب ها، انجمن ها، حزب ها، الازی رابطه اجتماعی امروزه در انسان امروز اجتماعی ترین انسان کل تاریخه. سوای تلویزیون و ماهواره و چت کردن و نمیدونم اینترنت و مطبوعات و تلفن و اینها بماند که هر کسی در آن باید میتونه 5 میلیون رفیق داشته باشه. اینها رفیق بازی، رفیق نمایی، دوست بازی و دوست نمایی است. اگه اینطور باشه که همه رستگارند، خب این واضحه که اینا نمایشی بیش نیست. رسانه های ارتباط جمعی در واقع ماهیتش ضد ارتباط بوده. در واقع واسه اسمش گذاشت ارتباطات ضد ارتباط. حالا اگر خود عامل قطع ارتباط انسان با هم نشده باشه، حداقل این واضحه که هرگز نتونسته یک ارتباط انسانی بین انسان ها برقرار کنه. درست در زمانی که تلویزیون من دارم، تلفن دارم، اینترنت دارم، ماهواره دارم، با کل جهان رابطه دارم و میتونم ارتباط برقرار کنم، بیشتر هر زمانی انسان احساس تنهایی و بیکسی میکنه. این سر گرایش به مواد مخدره تا انسان بتونه خودش رو یک جورایی تغییر و تبدیل بده به طور ریایی، تصنعی، تا بتونه خودش رو شبیه یک نفر دیگه بکنه، تا شاید این شکلی بتونه باهاش دوست بشه، تا بتونه خودش رو شبیه یک نفر دیگه بکنه. ما میدونیم که یک از ویژگی‌های انواع اقسام موادها
یک نبوغ خاصی که اون انسانی که مواد مصرف میکنه به دست میاره، نبوغ برای تظاهر و ریا و چاپلوسی و عشق نمایی و محبت نمایی و دوستی نمایی. ما میبینیم تو این محافل که این شکلی مواد مصرف میکنن، همه به نظر میسه که عاشق و شاعر و مخلص هم دیگرن، همه فدایی و فنایی در هم دیگرن بر حسب ظاهر. و در این حال میبینیم که بنا با این رابطه فنایی و عاشقانه و این محافل ها این شکلی، اشد جرم ها، جنون ها و جنایت ها درش طراحی میشه و جنایت ها از اینجا برمیخیزه. ما میدونیم که بخش عظیمی از تبهکاری ها در چنین محافلی نقشه ریزی میشه. در قرآن کریم داریم ای مؤمنان آنگاه که شما می‌نشینید و با هم دیگر خمر می‌نوشید، شیطان بین شما فتنه و کینه میندازه. این واقعیته. خمر مستی، سکر، هر نوع مستی دیگر هم از همین نوعی، هیچ فرق نمی‌کنه. شیطان بین شما فتنه و کینه و دعوت میندازه و دوستی هایی هم که داشتید رو حتی نابود میکنه. این عین واقعیته. بنابراین این سه دسته تقریبا کم بیش واضح شد. علت اصلیش تقریبا میتونیم حس کنیم چیه. خب ببینید امروز ما حتی بله خب افراد و گروه ها و مردمانی هستن در طبقات مختلف که به هیچ کدوم از این مواد مبتلا نیستن، چه بسا گرایش هم ندارند، حتی سیگار هم نمیکشن. ها خب این دسته هم داریم. به نظر میرسه این دسته خوبانند و جزو مؤمنانند. حالا که ما میبینیم ممکنه انگشت شماری اینطور باشن، ولی اکثریت در اتفاق این دسته بسیار هم بهداشتی اند، ترتمیز. ما میدونیم که رهبران مافیای مواد مخدر و تولید کنندگانشون حتی سیگار هم نمیکشن که مبادا یک چند دقیقه از عمرشون کم بشه. اینا میخوان اصلا جاودانه باشن، خیلی بهداشتی هستن. تمام تبهکاران و جنایتکاران و آدمخوران بسیار بهداشتی هستند، چه واسه تو مشروب هم نمیخورن، برای اینکه برای سلامتی مضر داره. خب اینا خیلی دنیا رو دوست دارن. هوبارت هیوز رو داستان زندگیش رو به یاد میاریم. اون امپریالیست معروف آمریکایی، ایشون میگن علاوه جسمانی بهداشتی ترین انسان بوده، مخصوصا در جامعه آمریکا. نهایتاً به چنون جنونی از وسواس و تمیزی رسیده بود که تمام کاخ خودش استریل کرده بود. کارمندا و منشی و حتی پزشکاش هم می‌باستی ماسک و استریل می‌زدن که یه وقتی می‌دونی چیزی نباشه که عمر ایشون رو 5 دقیقه بالا پایین کنه. یه وقتی و ایشون می‌دونیم خب جانی بین‌المللی بود، مثل تمام امپریالیست‌ها، قاچاقچیان و رهبران مافیا. اینها بسیار کمن، حتی سیگار هم حتی بکشن، بسیار بهداشتی و ترتمیز اینا هستن. البته اینها خب حسابشون فرق می‌کنه.